خب سلام وقتتون بخیر. امروز میخوام روی فید تیپر فید کار کنیم. تیپر اسم اصلیش از شکل کامل شده فید میاد. تیپر به زبان انگلیسی میشه مخروط نقطه‌ای. شما ببین توی قسمت شقیقه موقعی که فید تو به صورت گرد در میاری، بعد دو طرفش آنکاد که انجام میشه، آنکاد شقیقت که انجام میشه، آنکاد جلوی گوشت که انجام میشه، شکل فید شبیه تیپر یا مخروط در میاد. همین قضیه توی پشت گردن اگر شما اردوتون رو به صورت گرد در میاری و خط پشت گردن تا حد معمولی یا تو بگیری، شکل تقریبا نصف یه تیپر یا نصف یه مخروط در میاد. خب حالا بریم روی شقیقه‌اش رو انجام بدیم ببینیم که چه صورتی. این شونه شیشه. توی روش، توی این تکنیک بهش میگن تکنیک گایدلاین، توی این تکنیک گایدلاین ما الگو می‌نویسیم. وقتی که شما هدف تیپر فیده، الگویی هم که می‌نویسی باید به شکل تیپر گرد باشه. نقطه پایانی فیدم مشخص کردم. نقطه ابتدایی فیدم هم مشخص میکنم. اون هم حتی به صورت گرد. طبق تقسیم بندی بالا 6 میل و پایین 6-3 اما تقسیم بندی 3 میل و 1 میل. این ساده هم بالا محفظ کنیم. شونه چهارمین تکنیک انگشت. گوشه ماشین 1/3. حالا من راست دستم تیغه سمت چپ دستا توی اون ور تیغه سمت چپ تیغه شد. 3 و 25 تکنیک انگشت. 3 و نیم تکنیک کتف. 4 کتف. خب یه مقدار باید کشش داشته باشیم. گوشه ماشین استفاده میکنم چون محوطه‌ای که دارم فرو میکنم گرده و صفحه‌ای که دست ماه صفحه تخته. ما میتونیم تیغمون رو به 3 تیکه تقسیم کنیم. 1/3 ببخشید 2/3 1/3 گوشه‌ای، 1/3 وسطی و 1/3 اون یکی گوشه. 4/5 شونه 1.5 روی لاین 1 هم خود شونه 1.5 معمولا لاین 1 رو محو میکنه. شما دیگه نیاز به اذیت شدن ندارید. اما معمولا هم برای گرفتن پدال تکنیک انگشت برای محو کردنشون یه نیم تکنیک کتف بالا. فقط حواست باشه که زیاد بالا نره. موقعی که میاد توی تکنیک کتف وارد، به خاطر اینکه پهنه حرکت خیلی باز زیاده خطرش وجود داره. ولی خب ما این قضیه رو مقدار خطرش رو آوردیم پایین. چطوری؟
ما دو تا صفحه تیغه داریم، یکی صفحه توربندمون یا برش دهندمون هستش، یکی صفحه صاف کننده یا اسموسرمون هستش. ما میایم از وسط این دوتا استفاده میکنیم با تکنیک کتف و آرنج، مثل فرض بگیریم قایق روی آب حرکت میکنیم. این قضیه باعث میشه که شما خطتون و پلتون و شیکمی که فیلتون رو بیرون داره، ببین پله که تکنیک انگشت میگیره، اما خود شیکمی که فیلتون رو بیرون داره با این تکنیک خیلی راحت میتونید محوش کنید. خیلی سریع اتفاق میفته. تکنیک انگشت، تکنیک کتف و آرنج. کتف و آرنج با هم دیگه دارن حرکت میکنن. این کتف و آرنج خیلی توی روش فست به دردتون میکنه. فقط اینکه استفاده دائم از این تکنیک، یعنی که من حالا رو حساب اینکه این خیلی سریعتر اتفاق میفته، من بیام سریع هر فیلی که میخوام بزنم دیگه نه تکنیک کتفی میگم، نه تکنیک انگشتی، نه نمیدونم کارواقعی چی، هیچی، همه رو بزنم کنار، فقط تکنیک کتف بخوام همه فیلمو انجام بدم. به نظر من اونجوری از مچ استفاده کنی بهتره، چون واقعا بعد یه مدت کتفت برق میگیره و این قضیه اذیت میکنه. یه نگاه بکنم، یعنی فقط تقریبا همینجاست با یه ذره تیرگی. خیلی خوب. اوکی، آرک آخرم که با تکنیک‌های شونه و ماشین یا شونه قیچیتون محو کنید و قبلش مثل اینکه خیلی هم قشنگ‌تر تغییر شکلش میام و آنکاتش رو انجام میدم و من که بدونم اون تیرگی که میخوام نگهش دارم جاش کجاست، جاش رو حتما حفظمونم رو نگه دارم. یه گردی باید شکل بدیم. همین مقدار احساس میکنم که راضیتون کرده باشه.